استاد یک سوال دارم. من 20 سال از استاد دائم مهاجرت، از 2006 دائم مهاجرت. شما وقتی که شعری درباره مهاجر خوندید، عجب سودای سر دارن مهاجر. باور کنید ما دلمون ریش میشه استاد. 2006 ما استاد همینجا ما یکی از مخلصان شما، ما همین یک چی داریم، یک پرسش داریم از شما که در حق این مسافرها یاد دعا کنید. ما دیگر یگان وای نداریم استاد. سپاس و سرود و درود و نوا به همه شما عزیزانم. در این دنیا همه ما مسافر هستیم. بله. وقت ساعتش که خانه اساسی اون طرف، ما همه ما مهمان هستیم، مسافر هستیم. ما در وقت زندگی آدم پریشان میشه، زندگی برای پیش رفتن، برای فرزندای تربیت کردن. شما همه تا برادران، پدر و مادر و خواهران، شما مردای بزرگ، زنهای بزرگ که آمدیتان یک جای آباد میکنید فرزندای برای تربیت کردن، شما همینجا استاد وطن به یاردم میکنید. همونجا با معلم ها هم معاش میگیرن، شما همینجا به سببگار هستند. از پروردگار میپرسم که کاراتو پیشرفت شود، هم میکنم میلیاردر شویتون، فرزنداتو عالی جناب زندگی نصیباشون گردن. همین خیلی فرزندان شود افتخاری تاجیکستانی دنیا، افتخاری میلت. الله هزار رحمت استاد. 30 سال است که ما مخلص شما در مسافرت در تاجیکستان، در روسیه. برای همون وقتی که شما اومدید دیدم خوب شد. من یک چی گفتم، وقتی که شما خلق به یک گپ گفتید من مجبورم شما بگم. از آمدنت اگر خبر می‌داشتم در روی راحت گل سمن میکشتم، گل میکشتم که وای بر گل مانی، خاک قدمت به دیده میبرداشتم. مادر شما عزیز ما یه هفته شما یگون جانم بدونید.